وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم به آسمان ها عروج کرد در سفر معراجش، جبرائیل پیشاپیشش حرکت می کرد، به هر آسمانی که می رسید در می زد. مسئول اون آسمان می گفت کیه؟ می گفت جبرائیل. کی همراهت؟ محمد صلی الله علیه وسلم. در باز می شد، عظمت‌های اون طبقه اول آسمان نشون رسول الله صلی الله علیه وسلم می داد و تو هر طبقه با یکی از انبیا ملاقات می کرد. پیامبر 10 تا معراج رفته تا رسید به آسمان 7. اونجا با جدش ملاقات کرد، حضرت ابراهیم بتشکن خلیل الله. گفت این ابراهیمه علیه السلام، جدته، برای سلام کن. سلام کرد، بعد جواب سلامش داد و این جمله رو بهش گفت: مرحبا بالابن الصالح و النبی الصالح. خوش آمد میگم به نبی صالح و فرزند صالح، نوشه. چه سعادتی بزرگتر از این که پیغمبر آخر الزمان و اشرف رسول و اشرف اولوالعزم نوه ابراهیم باشه. مرحبا به نبی صالح و فرزند صالح. بعد پیامبر رفت بالاتر، به سدرة المنتهی رسید تا رسید به عرش خدا. دیگه اونجا جبرائیل متوقف شد، تو سقف آسمان 7 جبرائیل متوقف شد. گفت اگر یک قدم من جلو بیام به بالا، نور خداوندی من رو ذره ذره میکنه. اونجا دیگه خودت تنها باید برید. سبحان الله. ولی موقع برگشتن دوباره یه سری به من بزن. خب رفت اونجا، نمازها برش فرض شد. موقع برگشتن گفت میرید؟ گفت بله. گفت سلام امت تو برسون. ابراهیم به رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه و به امتت بگو که بهشت خاکش خیلی مرغوبه، حاصل خیزه. یه منطقه هست بعد از لیردف بهش میگن زراباد، شهر دکتر سیاد خدا رحمتش بکنه و جزو شهدا محشورش بکنه و علمای زندهمون خدا حفظشون بکنه و خاتمه به خیرشون بکنه و همه برادرها و خواهرامون در حفظ و عنایت و توجه رب العالمین باشن و خاتمه به خیر بشن، خودشون و خانوادهشون و فرزندانشون. چرا گفتن زراباد خاکش خیلی عالیه؟ ذره. گفت به امتت بگو که بهش خاکش خیلی مرغوب و حاصل خیزه، آبش هم خیلی شیرین و گواراست. خاک خوب، آب خوب، شیکم داره، یه بذر خوب. کشت بهشتم 4 چیزه: سبحان الله توحید خدا، و الحمدلله تحمید خدا، و لا اله الا الله توحید خدا، و الله اکبر تعظیم خدا. یعنی تو یک بار بگی سبحان الله، یک بذری در بهشت اونجا کاشتی. یک درختی که شاید چند سال بخوای با اسب تازی زیرش بدوید.
باغ تو اونجا توسعه بده. خاک در اختیارته، آبم در اختیارته، بذرش دست خودته. یه وقتی 1000 متر زمین میخریم تو ایسینی، تو تازیونی، تو پاتلی، تو سرخونی، میخوای 10 بوته درخت بکاری جونت بالا میاد. اونجا دیگه آفت نداره، سم نمیخواد بزنید. کشت بهش چیه؟ این بذرا دست توست. چند ثانیه زمان برد؟ 12 ثانیه زمان برد این 4 تا درخت بکارید تو. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. حالا اون دنبالش چیه؟ ولا حول ولا قوة الا بالله. این دنبالش پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن لا حول ولا قوة الا بالله کنز من کنوز الجنه. سبحان الله. یعنی هر کسی این جمله رو بگه بر گنجی از گنجینه های بهشت قرار میگیره. وقتی مؤذن میگه حی علی الصلاة باید بگید لا حول ولا قوة الا. تو رو دعوت میکنه به فلاح و صلاح و رستگاری و صلات. حی علی الفلاح، این 2 تا جمله مؤذن 4 بار که تکرار میکنه، تو هر 4 بار باید بگی لا حول ولا قوة الا بالله، چون دعوت به کار بزرگی میکنه و تو نمیتونید مگر این که قدرتی که خدا در تو ایجاد بکنه و حرکتی که خدا در تو ایجاد بکنه. اگه من بگم شاید همسایه مسجد کسی باشه که همسایه مسجده ولی توفیق از آن هم میشنوه، میبینه که مردم هم چه دارن میان، شاید در مسجد هم بعضی موقع مینشینن ولی نمیاد تو مسجد. این که چیزی نیست. شما میدونید که تو مکه، تو شهر مکه که مسجد الحرام هست و تو شهر مدینه که مسجد النبی هست، کسانی هستن که اونجا زندگی میکنن هنوز 1 بار 1 نماز تو مسجد الحرام نخوندن. اهل مکه هستن، تا چه برسه که حج و عمره برن. من 9 سال اونجا بودم. لطف خدا بود، فضل خدا بود، خدمتی که شیخ زیایی به من کرد. من اگر روی این کرسی نشستم، اول لطف خدا، بعد خدمتی که شیخ به من کرد. هیچ موقع فراموشش نمی کنم. این لا حول، حول یعنی حرکت. خدایا هیچ حرکتی در من نیست مگر حرکتی که تو در من ایجاد بکنی به طرف کارهای خوب. ولا قوت، و هیچ قدرتی نیست که منو حرکت بده مگر قدرتی که تو باشه. تو منو به حرکت بده به طرف کارهای خوب. من خواهانم، اما تو در من قدرت ایجاد بکن، تو در من حرکت ایجاد بکن. پیامبر میگه لا حول ولا قوة الا بالله کنز من کنوز الجنه، گنجینی از گنجینه های بهشته. به این جملات، به این کلمات، به این اذکار توجه بکنیم. زندگیمون متحول میکنه. با اینا زندگی بکنیم. بچه هامون عادت بدیم که با این کلمات و این جملات زندگی بکنن. تسبیح خدا، تحمید خدا، توحید خدا، تعظیم خدا. بهشت خاکش خیلی مرغوب و حاصل خیزه، آبش خیلی شیرین و گواراست، کشتش هم دست من و توست. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دوست داشتید آخرش هم کامل بکن ولا حول ولا قوة الا بالله. این 5 تا جمله رو تو 12 ثانیه میتونید بگید. اگر انفرادی بگید 100 بار بگید سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فکر نکنم بیشتر از 1 دقیقه وقت بگیره.
فقط یه اراده لازم داره که این لبات حرکت بکنه. استغفر الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم تو یک مجلسی که نشسته بود با دوستان، صحابه حرکت لبشو میشمردن که 70 بار بلند میشه رو هم قرار میگیره، همش میگفت استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر. خودمون 4 ساعت میشینیم غیبت میکنیم، قهقه میزنیم، ولول میکنیم، عین خیالمون جوک داریم میگیم، دروغ داریم میگیم. کاش که یه جوک درست و صحیحی بود. پیامبرم مزاح میکرد، هم خودش میخندید هم دیگران رو به خنده مینداخت، ولی دروغ نمیگفت تو خنده هاش، تو مزاحش. واقعا رمضان فرصتی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا قالوا وما ریاض الجنة یا رسول الله صلی الله علیه و سلم قال حلق الذکر. میگه اگر در روی زمین گذرتون به باغی از باغهای بهشت افتاد، خودتون خوب سیراب بکنید، خوب بچرید. وقتی که بهار میشه حیوانات و چهارپایان نگاه بکن، اصلا سرشو بالا میاره؟ بالا نمیاره، همش سرش تو آن بهاره، تو اون سبزی هاست. نمیدونم اینو متوجه شدید وقتی که میش سرشو میذاره، لبشو میذاره رو این بهار، اول اینطوری میکنه، با این حسش، چون بعضی اون بوته ها سمیه نمیخوره. شیخ مسلمان ها مشروب هم میخورن، اینطوری نمی کنن. میش که میشه وقتی میخواد بهار بخوره، بعضی بوته ها سمیه، خیلی حواسش جمعه. مسلمان تیریاک هم میکشه. سبحان الله. انسان میگم کدومی که با شعوره، اون یا این؟ خداوند به انسان عقل داده، انسان با عقلش برتره، سایر مخلوقات موجودات با حواسشون برترن. گربه و سگ حس بویاییشون 1 میلیون برابر انسانه. جغد شاید در روز 60 کیلومتر میتونه ببینه. در شب شاید نصفش. رو شاخه درخت نشسته تو شب تاریک، اگر یک موش صحرایی جابجا بشه، مثل موشک‌های اسکود 500 کیلو وزنشه، 0.5 تن روسیه، میاد رو چه رو اون موش تو شب تاریک. ولی انسان با عقلش برتره. از پرنده که کارش پرواز کردن، هم بهتر پرواز میکنه، هم طولانی ترین پرواز داره، هم بالاترین. پرندگان اگه 10,000 پا بالا برن منجمد میشن، ولی انسان 30,000 پا میره بالا پرواز میکنه با هواپیما. پرنده‌ای که کارش پرواز کردن، پریدن، انسان هم بهتر ازش پرواز میکنه، هم طولانی تر، هم بالاتر. امروز درباره هواپیماهای غورپیکر نظامی آمریکا اخبارهای جهان تحلیل میکردن. این B-52 بمب افکنن، 13,000 کیلومتر پرواز میکنه بدونی که نیاز به سوخت داشته باشه. 13,000 کیلومتر B-52. انسان از ماهی که کار شنا کردن بهتر شنا میکنه. از مار و کرم قطار درست کرده، ولی مشکل انسان این که راه رفتن خودش رو گم کرده. مشکلش اینه، از اونا که خیلی بهتر پرواز میکنه، بهتر شنا میکنه، بهتر راه رفتن خودش گم کرده.
این انسان با اون عقلش. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند اگر به باغی بوستانی از باغ‌های بهشت در روی زمین گذرتون افتاد، خوب بچرید، خودتون رو سیر بکنید. گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم باغ بهشتی در روی زمین کجاست؟ گفت حلق الذکر، جایی که ذکر خدا و یاد خدا و عظمت و بزرگی خدا اونجا مطرح میشه. اگر برادری دیر رسید جا تنگ بود، جا براش باز بکنید تا بیاد بنشینه. فرصتیه. این مسجد یعنی برای مردم این منطقه واقعا نعمتی است. میگم برای اولین باره بعد از میلیارد سال اینجا نبوده مسجد که، یعنی باور کو باید تو کوچه ها الان نماز بخونن همسایه ها، ولی همسایه ها اگه نیامدن برادران مهاجر میان، برادران بلوچمون میان، برادران کردمون میان. خانه خداست که، یعنی الان باید همسایه ها و بچه هاشون دیگه باید فرش تو کوچه بندازن، چون اینجا مسجد نبوده، تازگی داره براشون. این خیلی جای تأسفه که نعمت بیاد زیر دلت بعد پشت به نعمت بکنید. یه سرکی بکشی بعد برید، یه سلام بکنی بعد برید، یا باید برید اخبار بگیرید، یا باید تلویزیون بگیرید، یه فیلم نگاه بکنید، یا باید برید بازی ورق بکنید. من اون شبم گفتم این مادرمون که این زمین رو وقف کرده الان چه حال و هوایی تو اونجا داره. سبحان الله. اولین زنی که این زمین رو وقف کرد و این مسجد قشنگ درست شد، خدا بهشت فردوس نصیبش بکن. اگه زمین نبود خب دوم کسانی که پول دادن، میگم از 1000 تومن داشتیم تا 100 میلیون به بالا، همین بچه های خودمون، همین همسایه های مسجد الان چه حال و هوایی دارن، مال خودشون احساس تعلق میکنن. یه خیر از دبی نیامده درست بکنه که بگن حالا مال اونه، اون درست کرده پول داده. من چرا اجازه نمیدم که این پروژه ها خیر از دبی بیاد، از بستک بیاد، از جاهای دیگه بیاد، همش جد خودش درست بکنه؟ این دست ما خالی میشه، دست ما من و تو بار هیچ میشه. ولی وقتی میگیم مشارکت، اگه میخوادم 100 میلیون تا هر عزیزی، خواهری، برادری، پدری، مادری، فرزندی 1000 تومن هم میخواد بده، بتونه مشارکت بکنه، یعنی مانع خیر کردنش نشی. واقعا یه فرصتی است برای همه. اگر اینم میتونم اجازه بدم آقا یه نفر بیاد همش خودش درست بکنه، دست من تو باره هیچ میشه. اون جمع میکنه، جارو میکنه، همینطور میره جلو چشم ما. عزیزانی که درست کردن میدونم گاه وقتی میان یه سری میزنن نگاه میکنن چقدر لذت میبرن. مسجد پر، آباد، اون طرف این طرف. هنوز کارهاش تمام نشده، هنوز این پنجره ها نصب نشده. امروز حالا درا چه الحمدلله کارش تمام شد، نصب شده، هنوز دستگیره هاش مونده، رنگ بیرونش مونده، منارش مونده، قفسه ها اندازه گرفتن اینجا، همش قفسه برای قرآن، این طرف، اون پشت، طرف خواهرها. کم کم انشالله تا هفته آینده شنبه انشالله امیدواریم که این سری کارهای داخلیش هم انجام بشه. حتی طرح ما اینه که کل این کوچه های اطراف همه سنگفرش بشه، سنگفرش ها، انترلوک، یه چیزی باشه که وقتی یه 4 تا نیمکت هم اونجا، یه میزی، پدرها نماز بخونن اونجا، بیرون بنشینن، حرف دنیایی هم بزنن. فقط منتظریم که این خانه های همسایه مسجد فاضلابشون انجام بدن که این آخرین مرحله دیگه سنگفرش بشه. این مناره نشد دیگه، بالاخره که کار ساختمانیه، یک مناره جدیدی که تو اون
بالاش یک هلاله روشن میشه و اون نوک مناره مثل این انگشت اینطوریه. این انگشتش که به طرف دست است که به طرف آسمان درازه. این پیامش اینه. این مسجد یک سربازه، این کلاه خودشه، اونم چه نیزشه، اونم اون انگشت یک نمازگزاره که دست بلند کرده به بالا. سبحان الله. همه چیز حساب شده. من از همه شما تشکر میکنم، از اون مادری که زمین داد، عزیزانی که همکاری کردن، مهندس شریفی که این نقشه زیبا رو طراحی کرد، آقای امیر نژاد محمد، آقای مهندس منصور برهان منصورزاده که اجرا کردن، صدیق که اینجا از روز اول همینجور این گزارش تو کمپین میگذاشت که خواهرها و برادرها کمک بکنن، عبدالسلام حتی یه تکه آهن به این کوچیکی جمع میکرد، شب ساعت 2:30 شب می آمدی بیدار بود. همسایه ماست حمید نژاد. آقای انصاری امشب تشریف آوردن، زحمت فرش بهش دادیم که بالاخره تو یک هفته این فرش آمد و بالاخره خیلی سخت بود تو یک هفته سفارش بدید این فرش آمد به این قشنگی. بالاخره امشب هم خودش آمده داره لذت میبره. همه زحمت کشید. این همسایه ها که به مدت 2 سال شربت، آب خنک، چایی برای کارگرها و یک کار جمعی بود، یک کار زیبایی بود که همه به نمایش گذاشتن. الان هم همه دارن لذتش میبرن. این کولر اگر روشن نیست چون برقش وصل نشده، این یه سفاز موقته. ما اگه بخوام اینو روشن بکنیم یه سفاز موقتی از یه جایی باید خانه امام اونجا قسمت خواهرها قسمت برادر با یه سفاز در شکل 3-4 تا سفاز میخواد. اگه احساس گرما تو نماز عشا میکردید به خاطر این کولره، وگرنه این 2 تا کولر 60,000 و 2 تا 30,000 اسپلیت اینجا باید یخ بزنه. مسجدم پر باشه چه؟ خیلی دوستتون دارم، عزیزید برام. موفقیتتون، سربلندیتون میخوام، خودتون، بچه هاتون. تشکر میکنم از این عزیزانی که پذیرفتن با وجودی که امتحاناتشون شروع شده، از این 4 بزرگواری که اینجا هستن برای ما نماز میخونن، با وجود که امتحان هم دارن، با این تلاوت زیبا ما رو بر مائده و سفره خداوندی مهمان میکنن، دعوت میکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن القرآن و مأدبة الله علی الارض، قرآن سفره مهمانی خداوند در روی زمینه. سبحان الله. کسی اگر سر این سفره‌ای که خدا پهن کرده، سفره مهمانی، میزبانم الله، سر این سفره ننشینه، خیلی انسان محرومیه. القرآن و مأدبه یعنی مهمانی، الله داره مهمانی میده. خیلی وقتا یه افرادی مهمانی میدن، میگیم اگر نری زشته، یا دعوتنامه برام میفرستن، با وجودی که میدونیم اونجا معصیت هم هست، بزن و بکوب و مشروب و رقص و فلان و بیبندوباری و چشترانی، میریم میگیم زشته، بهش بر میخوره، دعوتنامه فرستاده، ولی سر سفره مهمانی خدا نمیه. الان هم همسایه های مسجد سفره افطاری و سحری میارن، اکرام میکنن، خیلی عالیه. من قول دادم که انشالله یه روز کل همسایه های مسجد انشالله نماز عصر، از عصر بیام اینجا یه حلقه بزرگ قرآن انشالله تا مغرب همینجا یه افطاری ساده همه با هم. ولی این هفته که نشد، ولی انشالله تو همین چند روز آینده یه سفره
سفره، 2 تا سفره داریم، یکی سفره صدقه است، یکی سفره اکرام و محبته. یه سفره صدقه است که آدم برای فقرا میندازه، یه سفره محبته که برای دوستانش میندازه. این سفره اکرام و محبته. همدیگر رو اکرام بکنیم، همدیگر رو سیراب بکنیم از محبت، به همدیگه عشق بورزیم، مهرورزی بکنیم، همدیگر رو دوست بداریم، برای همدیگه دعا بکنیم. اگر یه وقتی چیزی هم به همدیگه گفتیم همدیگه رو حلال بکنیم. انسان خب بالاخره یه چیزی هم میگه. جزاکم الله خیرا. نیمای عزیزمونم از خواجه آمدن 20 سال پیش، 25 سال پیش ایشون شاگرد من بودن. از خواجه می آمد با برادرش مکتب خونه مسجد حاج یوسف. من بعد از 25 سال ایشون تو عروسی حاج علی خراسی دیدم، عروسی پسرش. گفتم شما؟ گفت من نیما هستم. نیما دورخیش. دیگه شیخ هر جایی میخوای صحبت کنی زنگ بزنی من بیام آنلاین لایو. الان این جلسه خودمون کل دنیا داره پخش میشه، همه دارن میشنون میبینن. انشالله تو شب‌های آینده هم سعی میکنیم دوباره یه تنوع ایجاد بکنیم. یه شب ستار بیاد اینجا، آقای اردلانی، شیخ اردلانی بره اونجا مسجد حاج یوسف، یه شب ماجد بیاد. این جابجایی ها، این تنوع، صداهای زیبا، تلاوت زیبا، محبت ها، آبادی این مسجد با همسایه هاست دیگه با شماست. نعمت بر شما تموم شده، عذر از شما گرفته شده. مسجد جامع خیلی دوره، نمیتونید، حق هم داشتید. مسجد حاج یوسف توفیق خیلی دوره، مسجد حسن دوره، حالا که زیر دلته. اینجا پارک خداوندیه. دست بچت بگیر، دست خانمت بگیر، اون از اون در بیاد، خودت هم از این در. انشالله جا کفشی هم تا چند روز دیگه آماده میشی. این بغل که این دمپایی ها هم برای خواهر هم برای برادر. التماس دعای خیر از همتون دارم، از حوصلتون تشکر میکنم. آرزوهای خوبی که تو دلتونه برای خودتون، برای خانوادهتون، برای بچه‌هاتون خدا برآورده بکنه. هر چیز خوبی که تو دلتونه آرزوهای خوب بکنید. هدایت برای بچه‌هاتون، برای خودتون، خیر دنیا و آخرت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. دارو اینطوری بکنید خدایا اون چیزی که صلاح دین و دنیا و آخرت ما و خانواده ما و فرزندان و دوستان ماست برای ما بده. اون چیزی که صلاح دین و دنیا و آخرت مانه. این دعاهای کامله، دعاهای خیلی خوبیه تو این شبها، تو این روزها. ممنون از حوصلتون.